به نام و یاد خدا. سلام حضور گرمتان، آرزومند است انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز قصد دارم که شما را با نحوه استفاده از فونت‌ها و یا قلم‌های مختلف در داخل اسمارتفون‌های خود آشنا بسازم. پس تا آخر ویدیو ما را همراهی بفرمایید. بازم خوش آمدین دوستان. اگر میخواین از آخرین جزئیات و موضوعاتی که در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین و چینل یوتیوب خودتان را سابسکرایب بکنین و لایک کامنت ویدیو هم یادتان نرود. خب دوستان در قدم نخست ما شما میایم البته ستینگ دریافت میکنیم یا از قسمت آل اوت میایم. از این قسمت ما ستینگ البته دوستان دریافت میکنیم یا اگر در صورتی که قسمت نبود در قسمت هوم پیج ما شما اگر شراکتش داشته باشیم از اینجا باز قدم میتیم و یا اگر در صورتی که بخوایم ما شما از قسمت نوتیفیکیشن یا از بالا از قسمت هم ستینگ دریافت کرده میتونید و هر مت که شما باز میکنین و راحت تر میباشه براتون، مشکل نداره. خب میایم از این قسمت بازش میکنیم. بعد از اینکه ما شما ستینگ باز کردیم دوستا این قسمت شما دیسپلی را دریافت میکنین. بعد از اینکه دیسپلی را ما شما کلیک کردیم دوستا آپشن های مختلف متنوع را برای ما شما باز میکنه و از این قسمت شما فونت کلیک میکنین. خب دوستا اگر در صورتی که بعضی اوقات میشه مثلا تلفن ها ستینگ هاشون فرق میکنن و یا آپشن هاشون فرق میکنن ما شما به شکل راحت نمیتونیم البته خود آپشن فونت دریافت بکنیم چیکار کرده میتونیم دوستا. زمانی که در قسمت ستینگ ما شما بیایم دوستا این قسمت ما شما یک سرچ داریم بالا از کلیک میکنیم. بعد از اینکه قسمت کلیک کردین شما هر مطلبی که میخواستین را سرچ کنین یا جستجو کنین قسمت تایپ کرده میتونیم. بفرض مثلا ما شما میخوایم فونت ما را تغییرات بیاریم دوستا ما شما فونت نوشته میکنین دوستا به شکل. بعد از اینکه تایپ کردین و از این قسمت سرچ میگین تمام آپشن هایی که بستگی به فونت میداشه و قسمت براتون دریافت میکنه. مثلا فونت است، های کانتراست فونت است، فونت سایز است. ما شما فعلا فونت کار داریم بالای فونت کلیک میکنین. خب دوستا بعد از اینکه ما شما را دریافت کردیم دوستا این قسمت ما شما دو آپشن میداشه باشیم. یکی فونت سایز است که ما شما میتونیم از خط ما را خورده پایین بکنیم که از قسمت ریویو ایریا شما این را میبینین از شکلی را میتونیم خورده بزرگ بسازیم. و از قسمت فونت استایل که ما شما میتونیم استایل فونت ما را چنج بکنیم که فعلا ما شما آخریش گرفتیم. مگه بخوام به شکل دفولت باشه از این شکل انتخاب میکنیم. بعد شکل انتخاب کنیم یک قسمت اپلای میکنیم و مجرد که اپلای کنیم دوستا بعد از یک دستوراتی که تمام ستینگ ها یا تمام تنظیمات داخل تلفن ما میباشه اونا را ما شما اگر ریویو بکنیم یا مشاهده بکنیم به این شکل حالتشان تغییر میکنه. و یا اگر دستوراتی که بخوایم شکل دیگه شفرای بکنیم یا امتحان بکنیم از این قسمت شکل های دیگه شان میتونن انتخاب بکنیم درسته. یا مثلا دومیش انتخاب میکنیم خواندن نامه‌اش هم یک ذره مشکل تر هستم. بعدش هم از این قسمت اپلای میکنیم از این صبر میکنیم. خب دوستا بعد از اینکه اپلای شما میبینید تمام فونت های داخل اسکرین ما با این شکل تغییر حالت میده. و اگر در صورتی که ما شما بخوایم اندازه و یا سایز از اینم خورده بزرگ بسازیم از قسمت خود فونت میاین و از این قسمت شما میتونید اندازه از اینم دوستا البته کوچک بزرگ بسازین به شکل درست. یعنی هر شکلی که شما راحت تر میباشین و به چشمتان خوبتر و راحت تر میباشه از این شکل شما میتونید استفاده بکنین. و اگر در صورتی که ما شما بخوایم فونت های دیگر هم دانلود بکنیم دوستا از این قسمت ما شما دانلود داریم. اگر در صورتی که شما داد میداشته باشیم از این قسمت میتونید فونت های بیشتر و بهترتر را دانلود بکنین و از اونا استفاده بکنین. خب دوستا این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که میخواین از آخرین جزئیات و موضوعاتی که در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین پس چینل خود را سابسکرایب بکنین. نهایت سپاس و ممنون از نگاه های گرمتان. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.